شیرینی نوستالژی ترد و خوشمزه که به راحتی میتونید با ساده ترین مواد توی خونه درستش بکنید و برای نذری دادن توی این روزا گزینه خیلی مناسبیه. برای درست کردنش آرد سفید رو 10 دقیقه تا 1 رو با حرارت کم تفت بدید تا بوی خامیش گرفته بشه. بعد آرد نخودچی رو اضافه کنید و حدوداً 7 دقیقه دیگه با حرارت کم تفتش بدید و تون هم بزنید چون آرد نخودچی سریع میسوزه. بعد پودر کاکائو رو اضافه کنید، موادتون رو ترکیبش کنید و یه بارم الکشون کنید. حالا کره یا روغن جامد رو به همراه روغن مایع به این موادتون اضافه کنید. سعی کنید یه مقدار روغن مایع رو کنار بذارید، اگه نیاز بود مجدد اضافهش کنید. همونطور که حرارت روشنه موادتون رو کاملا هم بزنید که یک دست بشه و در آخرم پودر قند رو به همراه پودر هل اضافه کنید. حرارت کم باشه و مدام هم بزنید که پودر قند حل بشه. اگر احساس کردید موادتون سفته مجدد روغن مایع اضافه کنید. حالا ورقه‌های میکادو رو که از لوازم قنادی تهیه کردید یه ورقش رو بذارید و از مواد روش قرار بدید. موادتون باید همونطور داغ باشه و کاملا شل باشه. به کمک پالت یه لایه نازک روی ورق میکادو بزنید و مجدد لایه بعدی رو روش قرار بدید. با دستتون یه مقدار فشار بدید که این لایه ها به هم بچسبن و مجدد یه مقدار دیگه از مواد روی لایه بعدی بریزید و با پالت صافش کنید. اگه احساس کردید موادتون سفت شده یه کم دیگه روی حرارت بذارید که گرم بشه و اگر نیاز بود یه کم دیگه روغن مایع اضافه کنید. به همین ترتیب همه ورق ها رو قرار بدید. من 7 تا ورق میکادو استفاده کردم. روی لایه آخر رو دیگه یه جسم سنگین بذارید 2 ساعت توی محیط بمونه. در آخر برای تزیین شکلات شیری رو روی بخار کتری بذارید که کاملا روون بشه و روغن مایع هم بهش اضافه کنید و بعد روی لایه آخر بریزید و به کمک پالت کاملا صافش کنید. و اگه دوست داشتید شکلات سفیدم که روی بخار کتری گذاشتید و با یکم روغن مایع مخلوط کردید به این شکل رو طرح بدید. بعد از اینکه شکلات بس 4 سمت میکادو رو یه لایه نازک برش بدید و بعد شروع کنید به برش دادن که میتونید با استفاده از یه خطکش یه خط برش مشخص کنید و بعد به کمک چاقو اره‌ای برشش بدید. امیدوارم درستش کنید و نوش جونتون. مثل همیشه نکات کپشنم مطالعه کنید.